سلام، من آرش کمانگیر هستم. میخوام امروز در مورد اپلیکیشن اینستاگرام یه خورده با هم صحبت بکنیم. اینستاگرام اپلیکیشنی که حدوداً 3 سال پیش همین روزها اول برای آیفون اومد. کسانی که آیفون داشتن میتونستن عکس بگیرن، تصاویرشون رو یه خورده دستکاری بکنن و ظاهر حرفه‌ای به این تصاویر بدن. از همون اول تفاوت عکس‌هایی که اینستاگرام تولید می‌کرد و عکس‌های معمولی که موبایل گرفته بود خیلی واضح بود. کسانی که تلفن اندروید رو داشتن یه خورده طول کشید تا تونستن از اینستاگرام استفاده بکنن. و خب زمانی که اونها هم تونستن استفاده بکنن، ناگهان مجموعه کسانی که از اینستاگرام استفاده میکنن خیلی زیاد شد. اینستاگرام میگه حدوداً 130 میلیون کاربر فعال در ماه داره و یه چیزی حدود 16 میلیارد عکس روش آپلود شده. هر روز تقریباً 45 میلیون عکس داره آپلود میشه و حدوداً 1 میلیارد لایک در روز داره میخوره. از همینجاست که میبینیم که این سرویس خیلی کاربر داره و خیلی ها دارن ازش استفاده میکنن. و خب زمانی که فیسبوک اومد اینستاگرام رو خرید با اون قیمت خیلی بالا، همین سوال پیش اومد که اینستاگرام چه چیزی داره. من امروز توی وب داشتم میگشتم، می‌خواستم ببینم عکاسان حرفه‌ای راجع به اینستاگرام چی میگن، ببینم نظرشون چیه راجع به اینکه کاربرهای معمولی که عکاس هم نیستن عکس‌هایی رو میگیرن، بعد به کمک فیلترهایی که اینستاگرام بهشون میده با تغییر رنگ، با تغییر ظاهر، عکس رو به صورتی در میارن که ظاهر حرفه‌ای‌تری داره و بعد عکس لایک می‌خوره با پخش میشه، چه در خود وبسایت اینستاگرام و چه بعد از اون میره در توییتر و فیسبوک و غیره. چند ماه پیش هم با یه عکاس حرفه‌ای راجع به این موضوع صحبت می‌کردم. همین سوالو ازش کردم. ازش پرسیدم نظرت چیه راجع به اینکه کاربرها عکس‌ها رو انقدر دستکاری می‌کنن. گفت خب این خیلی اتفاق عجیبی نیست. سالها بوده که عکاس‌ها همین کارو می‌کردن. عکسی رو می‌گرفتن، بعد روش وقت می‌گذاشتن، اون بخشایش که می‌خواستن بیشتر بیرون می‌آوردن و بعد به بیننده میدادن. حالا اتفاقی که افتاده اینه که هر کسی داره این کارو می‌کنه. پس از این لحاظ به نظر نمی‌رسه اتفاقی که اینستاگرام افتاده اتفاق لزوماً بدی باشه. همه کاربرها دارن کاری رو انجام میدن که عکاس‌ها سالها بوده داشتن می‌کردن. به یه اصطلاحی میگن عکاسی دموکراتیزه شده به کمک اینستاگرام. اما اینستاگرام مشکلات خودش رو هم داشته. اگر دقت کرده باشین عکسایی که از طریق اینستاگرام منتشر میشن معمولا کیفیت خوبی ندارن. ما از موبایلمون استفاده می‌کنیم برای اینکه عکس بگیریم و از طریق اینستاگرام منتشر بکنیم. خیلی از ما الان موبایل‌هایی داریم که عکس‌های با ابعاد خیلی بزرگ رو میتونن بگیرن، حتی چند مگاپیکسل. اما اینستاگرام این عکس‌ها رو کوچیک میکنه. یه رزولوشن حدود 600 در 600 نشون میده و منتشر میکنه. خب همین یعنی عکس کوچیک میشه. ما انتظار داریم که الان با خط‌های پرسرعتی که داریم عکس‌های بزرگتری رو بتونیم ببینیم و با کیفیت خوبی. علاوه بر این توی وب دیدم که میگن بعضی از فیلترهای اینستاگرام عکس رو بیش از اندازه شارپ میکنه، بیش از اندازه تیز میکنه. بعضی از فیلترهای رنگی اینستاگرام رنگ‌ها رو غیر واقعی میکنه و خیلی اونها قابل استفاده نیستن. به نظر میرسه وقتی که ما از اینستاگرام در اندروید استفاده میکنیم نتایج بهتری میگیریم. به نظر میرسه به لحاظ سخت افزاری اینستاگرام میتونه عکس رو با ابعاد بزرگتری استفاده بکنه. یکی از نکات جالبی که بهش برخوردم و بعد خودم هم شروع کردم از این مسئله استفاده کردن این بود که دوربین‌هایی کم کم دارن به بازار میان که به اینستاگرام متصل میشن. یعنی مستقیم ما میتونیم از یک دوربین خوب استفاده بکنیم، دوربینی که زوم خوبی داره و ابعاد تصویر خوبی داره و وصل بشیم به اینستاگرام و تصویرمون رو اونجا بذاریم. مثلا یکی از اینا که من استفاده میکنم ازش دوربینی که سامسونگ داده، سامسونگ گلکسی. با این دوربین میتونیم عکس بگیریم، به این دلیل که روش نسخه از اندروید وجود داره اینستاگرام روش نصب میکنیم و مستقیم تصاویرمون رو از دوربین میفرستیم. وقتی همچین کاری میکنیم خب عکس‌های با کیفیت بهتری میگیریم و همچنان میتونیم از قابلیت اینستاگرام هم استفاده بکنیم. اما در حالت کلی به نظر میرسه خیلی از عکسایی که با اینستاگرام گرفته میشن خیلی کیفیت مناسبی ندارن. متشکرم.